سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیو دیگه. امروز در کلید ماجرا میخوایم بریم سراغ ویدیوهای ناب سمی دیست در دیست تو دیست. آره، با ما همراه باشین، کانال ما رو ساب کنین، ویدیو ما رو لایک کنید، حتما آخر ویدیو کامنت بذارین، نظرتون رو در کامنت رو مطرح کنید. خوشحال میشم. بدون وقت اضافه بزنیم بریم سراغ ویدیو. 1 2 3 بو. Remix by Dreamrap. Oh shit, here we go again. اولین ویدیو. من خودم گی هستم و با افتخار میگم. حالا نمیشد با افتخار نگی؟ مسجد ساختی، زندانی آزاد کردی. من بابام تو رو دیده نمیدونه گی چیه، فکر میکنه مدرک لیسانسی چیزیه. به من میگه نگاه بچه مردم بکن، گیشو گرفته داره افتخار میکنه، تو هیچ گاهی نشدی کون. ویدیو دوم. شایعه وقتی یه شماره غریبه بهش زنگ میزنه. مهرزان آقا مهرزا، لبخند و لبات میگیرم و مگر تویی؟ قربونت، شما تعوض کردی. هیچی من تو خونه پوشک بچه. ویدیو سوم. وقتی میگن گل عوارض نداره، مشروب عوارض نداره. ویدیو چهارم. دایی تو اینجوری سیف کن. خوب. My second dad. بابای دوم من. بابای دوم من؟ یعنی چی؟ battery charger، کسی که همیشه شارژت میکنه و بهت انرژی میده. فان انکل، دایی باحال و با نمک. اشتخور کوچک. ویدیو پنجم. میدونی چیه؟ عروسی اکسمه. اومدم پیش سمانه جون میکاپم کنه که برم عروسیش بدون کیو از دست داد. کسخل زیاده روی کردی، اون دیگه نمیشناست. میگه چی زیاده روی کردی دیگه کسی نمیشناسته. ولی موهای دماغش هنوز بود، اگه دقت کنید هنوز بود. ویدیو ششم. میگم وقتی یکی رو میبوسی دی تا 6 ماه توی بدنت میمونه. دی کی الان تو بدنتونه؟ چشم من بیا من که اشتباهی با شوهرم هم لب گرفتم. ویدیو هفتم. بلند چکن. ستاره میشی تو آسمونم. حاجیمون چند تا شیشه نوشابه اینجوری خیلی باحال بود. ولی این یکی از همه بهتر بود. اون چیه که همه مردا باید داشته باشن، اگه نداشته باشن بهشون زن نمیدن. اولش که داره، آخرش هم ره داره. بزنین من اینو جواب بدم. اسمش کاره که اولش که داره آخرش ره داره. خودمون میدونیم کاره، ولی تو هم خیلی کونت میخوره. خب بچه ها، این هم از ویدیو ما. امیدوارم که لذت ببرید. اگه ویدیوهای من مشکلی داره یا مثلا یه قسمتایش خیلی هیجانیه یا خیلی هیجانی نیست یا منظرن طبق میلتون نیست، حتما تو کامنت ها به من بگید که چه سبکی دوست دارین. مثلا اینجوری برگزار کن، اونجوری بگذار، که من همونو باستون اجرا کنم. خیلی مخلصیم آقا. خدا حافظ.